بخاطر عضوخوری است که اینا از دیگر کلا فرق میکنن. انا همین دو مسئله اساسی که امروز است در بسیار برنامه‌های هم سطحی محلی و هم صحابی قریب به نظر نمیرسن. و مسئله دیگه مسئله که امروز در دایره همین تکمیل برنامه شما رو وارد میکنن این مسئله همون غذای مکتبی است. غذای مکتبی یک مسئله اساسی است که باید حتما در دایره برنامه مونده شود. چون امروز مطلع نیستیم. اگر از این تجربه خیلی شما اگر ما در مقایسه با منطقه کنیم، مقایسه با خانش کنیم، مقایسه با واقعی دیدیم که همین از روز تولیدی کودک تا دوره مکتب خوانی حتما باید دوره‌های مینیمالی است. در دوره غذای مکتب از نقطه نظر غذای مکتب یک دوره‌های مینیمالی است که در این دوره‌ها حتما باید همون تامین غذا و همون کودک باید تامین کرده شود. این از دوره تولید از 9 تا 6 است. این با این مثلا با دیگر و پیشنهادش ما ببینیم مثلا ببینیم از 6 تا 1 سال بعد از 1 تا وای میشه 2 سال است. و به هر حال در همین دوره اگر ما همین غذای سالم اگر تامین نکنیم شعوری کودک باید افزایش نمی‌یابد، کم افزایش می‌یابد. امروز ما معلوم می‌گیم کودک یک آیین نمی‌دونه تو خوب نمی‌دونیم. ما از آن فکر می‌کنیم که چرا وقتی که غذای سالم باید از دوره کودک از دوره همون نو از دوره علمی طبی از اینجا پیش میگن همون دوره یک روز ما غذای مکتبی ندادیم. غذای سالم ندادیم. به هر حال اگر این غذا در دوره داشتیم ما امکانیت داریم که در دوره که همون کودک‌ها از تا 6 ساله وای میروند مکتب در اقلا در همون دوره ما همین غذا رو تامین کنیم. و امروز ما کودک مجبوریم چون وای ترین بخون و اگر غذا اگر معاینه انکشاف یافته باشه در همین دوره باید مجبور کردن و هیچ وای نداره. برای همین این مسئله ها مهم هستند. مسائل بین صحابی هستند. مسائل هست که پیوسته امروز ما حتما در تقریب برنامه کنیم. این یک مسئله و یک طرف. دیگر طرف این مسئله تجربی کنیم. من اگر شما رو مثال آوردم من شهرستان مثال تو آوردم تا چه اندازه زیاده 5000 هکتار زمین امروز از نبودن آبی پولیزی بیکار ماندگی یکی از سبب‌های تعیین کردیم در دوره تغییری اقلیم متعین کردیم دو ناحیه را عین یک خلیج شهرستان یک از سبب‌های اساسیش این خشک شدن چشمه‌ها است کم شدن آب دریا شد دیگر مسئله که کردیم من گفتم گفت ماندن همون وای سیخ‌ها میگن زوادهای میده میگن از جهتی کارکردی سنگوچه شغل وای در همون جای ماندگی همون شغل که در موقع همون دریا ماندگی که چشم‌ها پیدا میشه در همون شغل مانده است وقتی که قاعده چشم همین که وقتی در همون جا اگر که چشم را کوفتی همین که وقتی وقت گم میشه و همون جریانی وقتی گم میشه وقتی تعریف کردیم ما شد که همین چشمایی که در همون چشمایی که زمین‌های شهرستان رو بخوردن همه باید در ازبکستان برگزیده استند. برای همین پیش از آن که ما همین کار میکنیم با یک جویا خودی ما حالتهای فوق‌العاده کمیته اکولوژی اینجا است و که کلاسای درستیم که تا چه اندازه تاثیر میرسونه با آفات‌های طبیعی تا چه اندازه تاثیر میرسونه با خوشایی همون چشم‌ها این دیگر طرف مثلا بوای شدن دیگر مثلا این مثلا گفتم گرمیشوی هوا که به تقریبا وابسته است معمولا در 50 سال اخیر از این هفته‌هایی که تحریک زندگی عالمای جهان 1 گراد همه کرده 1 گراد گرمش در حالت 1 گراد گرمش تا چه اندازه ما امروز مقصدهای زیاد داخل شدیم من مثال تو آوردم در جمهوری اسلامی 14000 پیریک است مایده کالری از 14 پیریک بودن در 50 سال اخیر 18000 پیریک ما آب شده و چرا امروز میگیم آب نمیرسه آب ماجرا کم شده چی باید کردیم کدام راه ما حل کنیم من شما گفتم که این مشکلات رو در داخل برنامه داخل نکنیم ما برنامه تعیین نمیکنیم ما برنامه در اساس انا همین دو مسئله اساسی مسئله تغییری اقلیم و برابری دیدیم تکمیلش موقتی میتیم یک جایش موقتی مشکلات شما میدونید ما نمیدونیم مشکلات اینجاست فقط غیر شما یا واسه میدونم این مشکلات رو معین کنیم
یک جور شما خطی بعد با برنامه داخل کنید. من اینجا تجربه هم است. یک از نماینده اساسی و تشکیلات بین‌المللی و سازمان ملل متحد و برنامه عذرخواهی جهانی که به واسطه این کسان مسئول هستند در سمت تغییر اقلیم. من شما رو گفتم که در دوره برنامه استراتژی یک وقتی که حکومت جمهوری اسلامی مسئول است در تامین نمودن 5 هدف اساسی از طریق جمهوری 5 هدف اساسی. همچنین تشکیلات خارجی مسئول هستند در تامین 17 هدف رشد استوار. یک از هدف‌های 13 این اندیشه چاله‌های ضروری و اوضاع منطقه‌ای تغییر اقلیم و عاقبت‌های عام باشد. چرا ما حساب می‌کنیم در نزد مثلا حکومت یا شما حساب می‌کنید در نزد حکومت ما حساب می‌کنیم جای برنامه در نزد حکومت ولایتی ولایت در جمهوری کوهستان مسئول است که حسابات در نزد سازمان ملل متحد واسه با 18 هدف چون که واسه با این جمهوری کوهستان امضا گذاشت در قطار 159 دولت جهان. پس ما مسئول هستیم در اجرای هدف‌های استوار. همچنین تجربه خارجی که در توجه فعالیت میکنند مسئول هستند در تطبیق هدف‌های استوار. چون اینا ثابت می‌سازند سازی تا چه اندازه همین 16 هدف ما گفتیم در دوره برنامه‌های سطح اگر در برنامه سطح ملی منطقه ساحل گیریم زیاده از 78% وظیفه‌های در هدف‌های رشد استوارمندی در برنامه‌های که ما قبول کردیم جمهوری اسلامی قبول در برنامه جمهوری اسلامی عکس خود رو داشت. 78% از روی تعبیر پیشکی ما کردیم. من وزارت اقتصاد میگم با اگر یوز باشه با خطر میگن ما در یک دو سال پیش تحریک زندگی بودم وقتی من در وزارت صحبت میکردم 78% وظیفه‌هایی که در دوره هدف‌های بود در برنامه ما هستند. این 168 وظیفه در دوره برنامه و هدف‌های رشد استوار 168 وظیفه دارد. 17 هدف 186 وظیفه زیاده از 268 ایندیکاتور. 232 ایندیکاتور. این ایندیکاتور جمعشان ایندیکاتور بین‌المللی هستند. ایندیکاتورهای ملی هستند که ما مداخله داریم. بعد این ایندیکاتور رو تقسیم کرده در سطح ساحه‌های منطقه‌ای یعنی محلی کنونی. همین یک از خدمات‌های شایسته برنامه عذرخواهی جهانی در نزد حکومت ما و در نزد خودی مقامات در آن است که علاقه اینو سر کردن علاقه ما در سطح ملی همینا رو وای کردیم ملی کنندیم ولی در سطح محل تا به حال بر همین هدف‌های رشد استوار محلی کننده نشدن بغیر از 14 برنامه که توسط من برنامه عذرخواهی جهانی وای کردیم حکومت اینو وای کردیم تکمیل دادیم در سطح برنامه وای کردیم از جمله همین دو برنامه که روز وای کردیم برنامه اشکاشی و برنامه رشدخانه اینا خدمت میکنن میبن برای همچون تجربه برای دیگر برنامه‌ها صحت محلی کنونی بیا هی مرحمت مامورا نماینده میاد اونجا باشه مرحمت مامور ما ببینید چه اسمو وای تو زیاده وای اسمو که وای نه هم توجه هم وای تو زیاده که مثلا در اشکاشی وای من امروز هم نماینده اون جهانی هم نماینده وزارت اقتصاد جمهوری هم نماینده ولایت است. توجه به بالانس. ایشالا این برنامه شما همه پیش اجرا میشه. ما باور داریم از چه نماینده تشکیلات عذرخواهی جهانی که اگر که این به نظر که در خونگی اینجا این شرایطی که این مردم میشه دارن اینا 12 لایحه نه بعد 24 لایحه در این لایحه تعمین کنن. ما کلا باور داریم که اینجا رفته صحبت اکرام با 13 14 لایحه ختم میکنن شما اجرا میکنن. سوید نبود توضیح نداد. ما گفتم شرکتی پنمام. برای همین ما یک جور شما کتی باید که این مسئله حل و فصل کنیم همین مسئله باید چون نماینده امروز اینجا اومده گیم همون برای همین است که یک جور باید کنیم امروز ما دیدیم که تا چه اندازه حجم مسئله کم است از تغییر وقتی
که تأثیری باید رسانده ایستد با اینفراستراکتور شما راهها دیگر اینفراستراکتور که تأثیر رسانده ایستد با دیگر سوهای اقتصادی با دیگر سوهای خود خلق ناحیه‌ها حتی در بعضی ناحیه‌ها در بعضی ناحیه‌ها از سبب تغییرآبی اقلیم مثلا هم خسارات مالیوی و هم خسارات هم فوت انسان به نظر می‌رسد. ما که امروز همین خلافت گیریم در آینده ما واقعا الان حاصل دیگه ما خود علاقه اگه پیشکی در نزد شما میرسن من تحلیل کردم در نوع وان می‌بینیم علاقه ما دیدم که انسان مثلا همون میوه استحصال میوه در وان علاقه ما دیدم کسانیایی که رسایی هستن علاقه در میوه با وجود نیست مخصوص در چهارمغزها برگوش واژ ریزن همون برگ کشتگی این باعثی کسانی‌های وای این یک سال دو سال پس دیگر چهارمغزهاش کش میشه اگر امروز این وای نبینن این مسئله حل فصل نکنن اینا با تجربه که وای دارن همین مثلا 5 سال پیش در رشت که تمام سیب و میوه رشت همش کش شد اینا تجربه کردیم اینا همون وقتی که طبیعت دیگر میشه وای دیگر میشه کسانی‌های زیاد وای میشه با مقابل این کسانی‌ها وقتی ما شروعهای مشخص اندیشیم با مقابل ما تغییر کردیم ما باید هم که میوه‌ای که استفاده کنیم که آن مطابق باشد با تغییر اقلیم میوه جویداری از سبب نیست کردن تکنیک جویداری مثلا هم تکنیک کارتوشکا و دیگر مسائلی در پیشتر بود علاقه در سطح همین کدی ولایت دیگه مثلا تا کدی ولایت کدی علاقه هم تکنیک جویداری گم شد تکنیک ادیگر همه یک سال دو سال حاصل میشه دیگر گم میشه انسان مثلا بعضی نوع‌ها علاقه همون فوجگاه تکنیک پرواز در نوعی متوسط فوجگی تکنیک پرواز کارتوشکا در نوعی وای کرده است فوجگی در وای گرمی این میتها از 45 تا از 40 تا 45 میرسد مگر این تکنیک در این منطقه وای کرده میشه در آینده این در طرف کوهستان فرار کرده میتونید نمیتونید هیچ گونه نمیشه تکنیکی در فوجگی یا در منطقه گرمدوست استحصال کرده میشه وای کرده میشه هیچ گاه در منطقه کوهستان وای حاصل نمیگیرد برای همین این فکری نکنه گفتیم ما باید همین باید امروز من مسئول از برنامه بازیکن جهانی میگم این در این مسئول هستن باید انا همین وقت باید در خود همین ولایت بدخشان باید ما واجبات برای کارتوشی خود داشته باشیم هم قدر داشته باشیم که ما تکنیک در اینجا میشه باید میتونم در اینجا حاصل خوب بیاد در منطقه گردوز حاصل خوب بیاد اینا ما باید چرا بینی‌های در برنامه اینا باید داخل کردن تاب کردیم ما باید تشکیل خروجی بود دیگر تشکیل کردیم که معلوم هستند در این سال برای همین چی باید کرد و چی کنم و از کدام سو انا این مهم بود همه این که باید نمی‌دیم همه رو گفت خوب همون باید بشه اگر همه باید کردیم همون چی باید دنیا و انجمن موسیقی خواندگی انجمن موسیقی در بلوزه و بستان سعدی نما خیلی و میگه که موسیقی انجمن میگذارن میگن که چه کنید ما از همین حجم گربه آزاد شدیم باید پیشکی وای میشن اینا همین انجمن موسیقی و جنبه شدن ما همیشه ما شما امروز در همین زن صدا فکر حقیقی رو باید بگیریم چی تربیتی که با مقابل تغییر اقلیم ما ضربه زدیم این همینه بعد همه پیشنهاد میکنن اینش میگه اخیر کردن اخیر میکنن دیگه پیشنهاد میکنن همه جمع میشن فکر میکنن یک تا میگه که من تو پیشنهاد چی میگه ما باید در گردن گربه زنگوله آویزیم وقتی گربه حقیقت زنگوله زنگ میزنه همه ما میگریزیم همه قسم مالدیم همه قبول بعد احتمال میگه من دو چی میگه همون باید زنگوله در گردن گربه کی میگذاره همه خواهد اینو نمیشه من روز ما باید انا همین مسئله رو باید کنیم همین مسئله که بیوسته با نوحیه هوایی هستن اینا رو باید حل کنیم خودجوهای تکنیک پروری اینجا تشکیل کنیم اینا در برما داخل کردن نکن برای همین و بعد مثلا از کدام حساب با سیرش میدم مسئول هستن دیگر تشکیل ها
مثلا در دوره تقریبا بکنیم در دوره هدف دوستور زیاده چند در دوره خیلی برنامه 1 میلیون مبلغ باشه از این 70% مبلغ بیفته با تقریبا بکنیم واسه ما هم خیلی مولش که مبلغ نمیتیاد برای ما مبلغ این تشکیل رو گیریم شغل نکن لایحه ساختن نکن لایحه مکمل داخل کردن با برنامه و پیشنهاد کردن کن چون تشکیل کردیم تو اونی که برنامه لایحه‌شون در دوره برنامه شد مبلغ نمیتیاد اگر در بود من هم نه برنامه نه اینو با کمیسیون که امروز با یاردمی شما که بیوسته تشکیلاتی برنامه روزگار جهانی برنامه شما تکمیل داده ایستند و شما میتونید که از این استفاده کرده همین مشکل‌ها را معین کنید لایحه کنید و بنا داخل پیشنهاد کنید به اینو چون اینو مسئول هستند در حسابات میتونن سال سیم در نزد سازمان با جهت تجربی اقلیم در ترکستان دفعه بسیار گفته ایستیم وقتی ابین و نزدیک شدید باید گفت چون بهترین چیز برای انسان غذا است تا آن غذا نخورید بعد میگه خواب میگیره و میگه که نمیشه برای همین چیکار میکنید یعنی ما با کدیم رئیسیم نواد دیگر بود و ما بعد داشته باشه بود بعد بود Ana cumhurun meşhur, değil mi? Meşhur. Ne kadar? İlli vazgeçti. Usta işi. Kısa poliçeler. Okulun azizi Brumi, andiyorum, mabşok sanda sanki imruz nohaya roşklat tabi tavcih asıldır sulu vazat miliyar. Binit ki devam ediyor sulu okhir, mebiyon sulu peşte sulu peş. Yani polis polis kadan ki bu barname rüştin nohaya roşklat ateş koşun. بود تهیه کرده شد. سبب چی است؟ سبب یکی است. سبب اساسی از اون است که توجه جنوبی به این منطقه یعنی به گروه ذخیره اساساً ذخیره انسانی ذخیره انسانی شماست. برای این برنامه به شما راه کرده است که ما همین روز بدگی‌ها چیکار میکنیم؟ چقدر عقلمون میرسه؟ چقدر کار کرده میتونیم؟ چقدر امکانیت داریم که برای فرزندان خودمون برای آیندگان چی چیزی بهترین بنیاد کنیم که اونا دیگه مسکن نروند، اونا لندن نروند. اما مسکو چی بود؟ مسکو پیشنهاد بوده دیگه. گرفتن یک مزاک سوخت، یک تاش کریم سرکه دیگه دربار شکل دیگه دربار سوخت و یک مسکو شد. امروز فرزند ما اصول رفته است. ما باید کاری کنیم که فرزند ما اصول نروند. فرزند ما با همینجا باشند. مسکو باید اینجا باشند. ما مسکو نباشیم. برای این مقصد جمهوری است. من با صدارت رشد اقتصاد با صدارت بانک جهانی با صدارت همه اون شریکان رشدی که در عملی نمودن برنامه ما در تهیه عملی نمودن برنامه ما امروز میخواستم گذاری کنند مینداری بیان میکنند این وزارت رشد اقتصاد تحت سرداری اینا آدم کمالدین استاد ما سلطان شاه اکای بهترین ما که ما در نورش یکان 6 سال درس خوندیم الان مثلا اداره کنی دموکرات مثلا همین چیزی که ما شدیم چیزی که ما درستیم وقتی که ما در پیش اومدیم صدر یک بخشی نوع شغلان بودیم با از روی اون چیزی که ما بگفتیم ما شغلان تا همجا رسیدیم اگر چیزی باشد از این چیزا به مقصد چیه؟ مقصد یکی است که همین چیزی که من آدم میگن این به فایده شما این چیزا گرفتن در کار عمل کردن است اگر ما امروز بانک ملی را گوییم انا پول دارد همه چی دارد چهل گرانجی بود اگر برنامه ما تعریضی نکنیم مقصد خودمون رو معین نکنیم مقصد رو پیشنهاد نکنیم وقتی که پیشنهاد کردیم با مردم ما یک خاصیت خوبی دیگه دارد آن پیشنهاد کرده دیگه به حضور میشینند که اکنون دادم تمام نمیشود برنامه دادی از پس میدوی و گذارد بعد که گذاشت با میدوی که و اجرا شود برای که بانک جهانی وزارت اداره این جناب والی سپارش را کرد برای ما شرایط را مهیا کرد شرایط مهیا کرد گفت که همین کار کنیم اکنون کرد وظیفه ما چه است شما بود در درون و چیز خوبی کنیم که برای ما ساز باشد آینده باشد اما چیز خوب ما دونیم چه کردن در کار است که الان چیزی میکردگی ما باید عملی شد مقصد اساسی هم شما همینجا جمعودگان گوییم که الیتای همین نوعی هستیم اگر نوعی روشخلا چیزی باشه مثلا سال اول با میسید می شکر میدونستن نوعی را
بعد با دیگر شویرون با دیگر آدمون اینکه آینده همین گپ ما امیرزای ما شما هستید هر یک شما اگر سعی خودتون رو پیش بر کنید فقط نام شما رو در برابر مسید میشکر در برابر دیگر بزرگانی که از نوع رشفا هستند شیرین بنیاد دیگر انا برای همین مقصد یک از چیزی که در میگم چیزی بسیار مهم است اگر اجازه دید من از نام شما از نام خودم این استادانمون این برادرانمون این همکارانمون برای این قرار دور تای کرده اومده پیش ما سخن کردن مینداری بیان کنم از اون مقامات که دولتیانه و رسالت و شیخ رسالت و باوری دارم که این خط اولی نمیشد که ما بر رشد آینده ناحیه و سرگزار باشیم یک چیز دیگه به شما میگم اگر ما خواهیم میکنیم اگر ما نخواهیم اگر ما نکنیم یک کس میگوید این اجرا میکنه نه که ما سرگزار نیستیم سرمون نمیشه اگر ما نکنیم یک کس میگوید میکنه خیلی چطور این ما برنامه تیار نکردیم ندادیم نه قبولی اومد خیلی برای اینکه من شش بردن نگم برنامه را بیام من نبودم برای چی نبودم برای اینکه محمد را میگم بیام و خب محمد برای چی نبودم برای اینکه من صدور اینا معروف میگن بیام و خب برای همین که هر یک شما با اگر در جای خودمون یک تیمو یک قدم نگذاره این نوعه پیشتا میره برای اینکه پیشروی نوع از قدمای ما وابسته هر قدم ما پیشروی نوع است اگه ما که چی نکرده قدم نزده پیشروی نکرده بعد اینا یا برای که سپورش از دور سال وعدت است وزارت شفتال مجبور میشد که این دفعه یک نفر آورد دفعه دیگر 10 نفر نمیجورد اگه سلطان شو بعد یک ریاست میده یک سریاست میده اینا استاد ما میبیورد برای این من باوری دارم همه شما این مسئله بسیار جدی قبول میکنید این مسئله را جدی کار میکنید این مسئله جدی کاربری میکنید باوری دارم که یک برنامه بهتری میشود برای رشد آینده اگر جنبی که باشه نباشه که همین نام ما هست فامیل امضای ما هست اما فقط میگه که همین آدم‌ها در سرگاه همین کار بودن کار بهترین کردن برای این به شما همتون تشکر میگم به استاد برادر گرامی و معلم و استاد گرامی می‌داریم که شما امروز در خدمت ما هستید اومدید ما را دستگیری کردید بسیار می‌داریم مثلا ما اول از اینه که استاد وکیل هستیم ما میتونیم برنامه روی جهان کسی همین برنامه تکمیل کنیم با برنامه تو که وارد شروع کردیم تو کرده با هم وزارت‌ها میدیم هم تجربه خارجی میدیم هم شما میدیم بجای هم وزارت توجیه روسی ترجمه گذشت دیگر هست که ما بهتر اومده تحلیل میکنیم اجرایش برنامه شما یاد میکنیم که چه خیلی تحلیل کردن در کار چه خیلی باید پیشنهاد کردن در کار پرودوکس که ناز نشان تهید یک کسبه و توجه پیدا میکنه و یک اون فکر میکنن حالا همین تحلیل یک روز کلام هم بازی میکنن یک بار ما با شما تحلیل نشان میدیم که چه تحلیل کردن در کار اجرایش برنامه این چیزی مهم است باید در نزد مردم برآمد کردن در کار مردم خودتون اول داند که شما با کجا میروید نه اونجا نایستگی و کجا رفته است اینا باید مردم همش داند وقتی که مردم اطلاعات هست مردم میدوند که چی کار رو بار کردنه است حکومت نویه و رو دستگیری میکنه حکومت نویه دور نمیستد همراه میشود بعد از طرف حکومت نویه هم باید همیشه زاینترسته است اینجا چی باشد که مردمش جلب کند با این کار همه چیزا گردن خودش بنگیرد و اجرایش برنامه این یک کار حکومت نیست این اجرایش برنامه این کار همش ما و شما هستند ما هم باید سمگذار باشیم ما هم باید وای کنیم روی خودمون رسونیم ما از این فایده میکنیم فرزندان ما فایده میکنیم ما و شما حالا همین سخت داشتن در کار ما شما خطی مسئله مشکلات هایی که سلطان شاه گفته کاری گروهی میگذرونه مشکلات ها را خطی شما وای میکنیم و روز همه خدمت ما از روی تئوری دیگر چیز گپ زدیم رئیس چی بود اکولوژیا
پسر گفت که میدونه مشکل در چی است از بود افغان همه چیزا را ما برده فهم کرده اومدیم که ها نسل هم بود افغان این بسیار ضرر کلان اقتصادی میرساند به خوزه قشلاق نوعیه و قدیاب بکو همه شمال و همه نمک‌های گرفته و آورده تریتوری ما این ریالی است این یک چیزی عثمانی نیست ریالی است برای همین ما باید شما خطی کاریم که گده زری تربایه میدن سبا کده بویم ما باید همون کفته یابیم که سبب در چیست چرا طرف شما سیاحان کمتر آمده سعودیه حتی شما فکر کرده سعودیه دیگه یک نوعیه هست که باید در آینده سیاحی سببش شدن در کل حل کردن در کل سببش برطرف کردن در کل سببش بعد آدمون زیاد میشن هفت زیاد میشن بهش ما اولان بهش ما خوشتو بهش ما بازه کلتان بگیم سلامت باشید